با درود فراوان خدمت شما دوست عزیزم، جاویدی هستم، آنالایزر، فرمولاتور، مدرس گیاهان دارویی و نویسنده کتاب‌های گیاهان دارویی. با ویدیویی که دیدم خیلی جذاب باید باشه، بحث گیاه مورینگا اولوفرا، یک گیاه بسیار بسیار معجزه آسایی که شما میتونید در سفره غذایتون لحاظش بکنید به عنوان وعده هایی که به جای دمنوش چای سیاه میتونید ازش استفاده کنید. حداقل 1-2 تا فنجون در روز میتونید ازش استفاده بکنید. قبل از اینکه به خاصیت این گیاه معجزه آسا بپردازم، محبت میکنید که سابسکرایب و لایک فراموش نشه تا از ویدیوهای دیگه من لذت ببرید. خب شروع میکنیم که این گیاه مورینگا اولوفرا اول از نظر مزاجی طبیعتاً گرم است و خشک و گیاه تازهش که البته توی ایران ما خیلی کم پیدا میشه، دارای کاروتینوئید هست که به بهبود بینایی کمک میکنه، دارای ویتامین ای خیلی بالایی هست که یک ریپروداکتیو پرابلم و ضد بیماری های تولید مثل ناراحتی تولید مثلی هست و یک ویتامین سی خیلی خوبی رو داره که آنتی استرس و آنتی اکسیدان خیلی خیلی خوبی هست. وقتی که گیاه خشکتر شد نتیجه میگیریم که ویتامین های گیاه هم کمتر میشه ولی آنتی اکسیداناش کمتر نمیشه. داره پلیفنول خیلی خوبی هست که از پلیفنول ها میتونن به فلاونوئید ها و اسیدهای فنولیک اشاره کنن. فلاونوئید ها باعث کاهش عملکرد باکتری های عفونی میشه، ضد ناراحتی های مزمن هست. فنولیک اسید ضد استرس اکسیداتیو هست، یعنی کمک میکنه به کاهش رادیکال های آزاد که کمک میکنن اونها به ایجاد کنسر و انواع سرطان. میرستین یا مایرستین فلاونوئید آنتی اکسیدان بسیار بسیار قوی هست که آنتی تومورالی بیشتر رو سیستم اعصاب و برین مغز تاثیر میذاره، ضد زوال عقل و ایسکمی هست. کورستین یک آنتی اکسیدان بسیار قوی دیگه از شاخه فلاونوئید ها هست. در این گیاه وجود داره ضد ناراحتی های متابولیکی هست، سندروم های متابولیکی مثل فشار خون، مثل کبد چرب، مثل ناراحتی دیابت، ناراحتی های قلبی عروقی و پیشگیری کننده بسیار بسیار خوبی از سندروم های متابولیکی هست. کمفرول باز از شاخه فلاونوئید ها هست، یک آنتی اکسیدان بسیار بسیار عالی که محافظت میکنه از سلول های بدن در جلوگیری میکنه از رادیکال های آزاد و ایجاد سرطان. گالیک اسید ماده دیگه که در این برگ وجود داره به عنوان آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان خیلی خیلی خوبی هست. کلوروژنیک اسید یا CGA که ترکیبی فنولی حاوی کافئیک اسید هست و کوئینیک اسید که کمک میکنه باز به سندروم متابولیک که من همون چاقی بود، فشار خون بود، دیابت بود، ناراحتی قلبی عروقی بود، ضد استئاتوز کبدی یعنی تجمع چربی در کبد که همون کبد چرب میشه، پیشگیری از آب مروارید رو سبب میشه، کمک به درمان انواع سرطان ها که محققین بیشتر نسبت سرطان های ریه، پوست، روده و پروستات رو بیشتر برای مورینگا اولوفرا در نظر گرفتن. درمان فیبروز هست. فیبروز یعنی التهاب بافت همبند، حالا توی هر قسمتی از بدن، ریه، کبد، هر جای از بدن میتونه باشه فیبروز. کاهش اثر اکسیداتیو هست و در واقع کاهش رادیکال های آزاد، پیشگیری از سرطان و آنتی باکتریال بسیار عالی. ماده دیگه که در این گیاه در این برگ وجود داره به نام تانن.
تانن یک ماده قابض هست عزیزان، ضد خونریزی بسیار قوی داخلی هست و تانن خصلتی که داره باعث رسوب فلزات سنگین میشه. هوای آلوده‌ای که ما تنفس میکنیم و دارای فلزات سنگین و اونها همون رادیکال های آزاد و کمک به ایجاد سرطان میکنن، تانن میاد با اینا مبارزه میکنه، اونها رو رسوب میده. نهایتاً ضد سرطان بسیار قوی، مقوی کبد و ضد التهاب بسیار خوبی هم محسوب میشه. ساپونینی که در داخل این گیاه وجود داره حذف اسیدهای صفراوی رو باعث میشه. نهایتاً وقتی که اسیدهای صفراوی حذف شدن میاد کبد از کلسترول و از چربی هایی که در داخل خود کبد وجود داره میاد دوباره اسیدهای صفراوی رو تولید میکنه. پس ما میگیم ضد استئاتوز کبدی یا ضد کبد چرب، در واقع کمک میکنه به کاهش کبد چرب، اینم یا چربی کبد. از خواص دیگه‌ای که معروف هست به مورینگا اولوفرا، به پاکسازی بدن از سم مواد مخدر و به ویژه سیگار هست و کمک به کارایی شیمی درمانی. عزیزانی که درگیر شیمی درمانی هستند میتونن روزانه 1 تا 2 تا فنجون از این گیاه استفاده کنن. خیلی کمک میکنه به بهره وری، افزایش راندمان کاربرد شیمی درمانی که دارن انجام میدن. طریقه استفاده: 1 قاشق مرباخوری، 1 لیوان آب جوش، میتونید با 1 نبات دم بکنید، روزانه 1 تا 2 تا فنجون مصرف بکنید. در پایان لایک و سابسکرایب یادتون نره. سپاسگزارم، امیدوارم که همیشه سبز و شاد و سالم باشید.